در پشت زیبایی‌های این روستا در دامنه‌کوه‌های همالای حقیقتی تلخی نهفته است. روستای هاکس در نیپال با نام روستای گرده فروشان معروف است. در اینجا تقریباً یک عضو هر خانواده به سبب فقر گرده خود را فروخته است. هرچند این کار غیر قانونی است. سومنی 31 ساله یکی از آنهاست. یکی از گرده‌هایش را در عوض $3000 فروخته است. بسیار قرضدار بودم. قصد خودکشی داشتم. چاره دیگر نداشتم. توصیه من این است که هیچ کس گرده خود را نفروشد. این دو ساکنی روستای هاکس نیز به وسیله یک گروه قاچاق اعضای بدن انسان یک گرده خود را فروختند. قاچاقبران در شهر کاتماندو برایم سندهای تقلبی ساختند، از جمله شناسنامه هندی. گرده مرا به زنی دادند که گویا خواهرم بود. فکر میکنم طبیب هندی میدانست که من گرده‌ام را فروختم. با باور ساکنان روستا، مردم محض به سبب فقر و قشاقی به سادگی فریفته قاچاقبران اعضای بدن انسان میشوند و گرده های خود را میفروشند. در گذشته افراد زیادی یک گرده خود را میفروختند. حالا آگاه شدند و این کارو نمیکنند. ظاهراً ترغیبات مقامات از زیان فروش گرده در میان مردم تا حد نتیجه داده است، اما فقر هنوز هم گریبان مردم نپال را رها نمی‌کند. اکنون شماری زیادی از شهروندان نپال برای کار به جایهای دیگر از جمله کشورهای عربی خلیج فارس می‌روند. از جمله آنهایی که گرده‌های خود را فروختند. طبیبان باور دارند که به دلیل کاری سخت و هوای گرم کشورهای عربی گرده‌های کارگران نپالی از کار می‌ماند. جید بهادر که 3 سال در عربستان سعودی کار کرده است، اکنون بیمار است. باید در شرایط سخت و هوای 50 درجه گرم کار میکردیم. برای نوشیدن آب و غذا خوردن وقت نداشتیم. به من گفتند که گرده هایم از کار مانده. اینجا در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شماری بیماران زیاد است، اما فقط خویشاوندان اجازه دارند به همدیگر گرده خود را بدهند. از 1/3 حصه بیماران ما کسانی هستند که برای کار به خارج رفته بودند. مراجعت‌های آنها به بیمارستان‌های ما فشار زیاد آورده است. آنها معمولاً مردان صحت و تنومندی بودند، برای کار رفته بودند. وقتی برمیگردند گرده‌هایشان از کار افتادند. نپال یکی از فقیرترین کشورهای جهان است که تقریباً 20% از اهالی 3 میلیون نفری آن فقیر به حساب می روند.